انسان به خاطر گناه از عبادت محروم میشه. انسان به خاطر گناه از عبادت محروم میشه. عزیزان من، عبادت این هدیه بزرگ الله است، نعمت بزرگ الله است. خداوند متعال این نعمت رو در انسانی نمیدهد. بعضی انسان فکر میکنن من خودم نماز نمیخوانم، من خودم مسجد نمیروم، اما فراموش نکنید این الله هست که این توفیق رو نمیده و حتما از ما گناه سرزد شده. حتما خداوند متعال ما را دوست ندارد که به ما توفیق نمیدهد. روزه ما میگیریم، اینو لطف الله بدانیم. برای نماز میاییم، اینو لطف الله رب العالمین بدانیم و این را هم بدانیم که اگر خدا این نکرده گناه کردیم، معصیت کردیم، الله رب العالمین این لطفش رو، این کرمش رو، این نعمت خودش رو از ما میگیره و از ما سلب میکنه. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد